به نام خدا. توی این فیلم آموزشی قصد داریم که بررسی مسئله تماس توی حلگر آباکوس استاندارد بپردازیم. این مسئله از اونجایی که کانتک یک پدیده غیرخطی شدید هستش بسیار قابل توجه. حتما دوستانی که کار کردن با آباکوس استاندارد و به حل مسئله تماس به وسیله این حلگر آباکوس پرداختن متوجه سختی های کار شدن و مشکلاتی که هنگام همگرایی ایجاد میشه به وسیله این همگر در هنگام حل مسائل تماس. این باعث شده که ما به تولید یک سری فیلم های آموزشی در این زمینه بپردازیم که این اولین فیلم از این سری فیلم ها هستش. بیشتر تمرکزمون روی مسائل الگوریتمی و فرمولاسیون تماس هستش که با عمقی پرداختن به این مسائل قصد داریم که مشکلاتی که شاید دوستان بهش برمیخورن در هنگام حل مسئله تماس با آباکوس استاندارد رو برطرف کنیم و باعث بشیم که بتونیم توی مسائل تماس به وسیله حلگر آباکوس استاندارد راحت تر همگرایی بگیریم. خب به تعریف مسئله تماس میپردازیم. خب ما اینجا تماس، حرفی که از تماس میزنیم بیشتر تماس مکانیکی و انتقال تنش و نیرو بین اجسام مد نظرمونه و به بحث‌های حرارتی یا الکتریکی یا مسائلی غیر از داستان‌های مکانیکی کاری نداریم. خب وقتی که دو جسم با هم در تماس قرار میگیرن یا قراره با هم تماس پیدا بکنن، برای مثال دو جسم A و B، همونطور که در این اسلاید مشاهده میکنید، وقتی که این دو جسم با هم در تماس پیدا میکنن، در راستای عمود بر فصل مشترک یا سطح مشترک اون دو جسم و در راستای مماسی یک نیروی منتقل میشه. حالا اگر اسم نیروی عمودی رو Fn بذاریم و اسم نیروی مماسی رو Ft بذاریم، این نیروهایی هستند که در هنگام تماس دو جسم در سطح مشترک یا اون دو جسم یا اونجا که تماس ایجاد شده بین دو جسم منتقل میشه. حالا دو نوع تماس مکانیکی به صورت کلی، حالا اگه در یک دسته‌بندی کلی، فریکشن لس و فریکشن حالا پرزنت، حالا اگر اینطور اسمشو بذاریم، یا همون بدون استکاک و دارای استکاک. اگر بدون استکاک باشه که مؤلفه مماسی این نیروی که بین دو جسم منتقل میشه صفر هستش، یعنی ما این کامپوننت نیرو رو نداریم. ولی اگر فریکشن موجود باشه توی مدل تماسی که میخوایم در نظر بگیریم، فریکشن موجود باشه، این Ft هم لحاظ میشه، یعنی یک نیروی مماسی بین دو سطح ایجاد میشه که این نیروی مماسی منجر میشه که یک سری تنش‌های شیر استرس، تنش‌های برشی در امتداد سطوح تماسی، یعنی اون جاهایی که تماس ایجاد میشه، به وجود بیاد. خب هدف یک مسئله تماس یا مسئله که تماس درش وجود داره یا قراره به وجود بیاد، هدف در این مسئله چیه؟ دو تا هدف اصلی رو ما دنبال میکنیم توی مسئله تماسی که مسئله کانتکت سرفیسز هست، یعنی ما بیایم پیدا کنیم جاهایی که دو سرفیس با هم در تماس قرار میگیرن، و یکی هم مسئله تنش‌های منتقل شده بین دو جسم هست که تنش‌های نرمال در اثر نیروی نرمال و تنش‌های مماسی در اثر نیروی مماسی بین دو سطح به وجود میاد. پس اگر ما این دوتا رو، یعنی کانتکت سرفیس و استرس ترانسمیتد رو پیدا بکنیم، در حقیقت یک مسئله تماسی رو حل کردیم. ولی چگونه؟ که حالا در اسلایدهای بعدی و فیلم‌های بعدی به این مسئله میپردازیم. خب همونطور که خدمتتون عرض کردم، مسئله تماس مسئله پدیده غیرخطی شدید هستش، یا به عبارتی حالا در متون انگلیسی بهش میگن severe nonlinearity و از نوع boundary nonlinearity یا غیرخطی مرزی هستش. همونطور که میدونید ما نوعهای دیگه ای از غیرخطی بودن هم داریم، مثل material nonlinearity و یک گزینه دیگه هم هست که geometry
ما دو نوع غیر خطی بودن، این دو مسئله دیگه که باعث غیر خطی شدن مسائل هم میشه داریم، یکی متریال نان لینیریتی و یکی هم جیومتری نان لینیریتی. که متریال نان لینیریتی در هنگام اتفاق میفته که جاکوبیان ماده ما، یعنی ماده ما با یک سری متغیرها نرخ تغییرات تنش به کرنشش که برای مثال در یک ماده الاستیک خطی همواره این مقدار ثابت و برابر ای مدل یانگ هستش، این مقدار تغییر کنه، یعنی همون جاکوبیان ماده یا نرخ تغییرات تنش به نرخ تغییرات کرنش. که حالا این تغییرات، یعنی این تغییر جاکوبیان میتونه به عوامل مختلفی مثل خود کرنش یا به نرخ کرنش وابسته باشه. یکی هم بحث جیومتری نان لینیریتی که در هنگام تغییر شکل‌های بزرگ و کرنش‌های بزرگ اتفاق میفته که لازم میشه یک سری تمهیداتی در نظر بگیریم توی فرمولاسیونمون. ما با این دوتا مورد از غیر خطی بودن کاری نداریم در این فیلم ها یا در این سری از فیلم های آموزشی، به خاطر که در حال تحلیل مسئله تماس هستیم و به فرمولاسیون تماس میپردازیم و تماس از نوع باندینگ نان لینیریتی هست. پس شد 1 متریال نان لینیریتی، 2 جیومتری نان لینیریتی و 3 باندری نان لینیریتی. خب همونطور که من خدمتتون عرض کردم، ما قصدمون اینه که بیشتر به مسائل الگوریتمی تماس و فرمولاسیون و اون بیس کانتکت که چه اتفاقی، حالا به صورت کلی خب خیلی ریس هم اگر بشیم شاید از حوصله دوستان خارج میشه، ولی به صورت کلی به مسائل الگوریتمی و فرمولاسیون تماس رو پردازیم تا باعث میشه دوستان درک عمیق‌تری پیدا کنه از مسئله تماس و منجر بشه که در مسائل تماس با آباکوس استاندارد بتونن همگرایی بهتری رو بگیرن. ولی خب ناچار هستیم که یک مقداری هم از تعریف تماس توی آباکوس استاندارد بگیم. خب ما دو نوع تعریف تماس داریم، یکی جنرال کانتکت و یه دونه کانتکت. جنرال کانتکت در مجموع راحت تر هستش. وقتی که شما یک مدل پیچیده دارین که شاید سخت باشه که تک تک سرفیس ها رو بیان شناسایی کنین یا تک تک سرفیس ها که احتمالاً با هم کانتکت پیدا کنین و سپس بین اونا بیاین خواص تماسی و تماس تعریف کنید، معمولا میرن سراغ جنرال کانتکت. جنرال کانتکت بسیار راحته، شما کافیه یه دونه کانتکت پراپرتی یه دونه اینتراکشن پراپرتی تعریف بکنین و اون اینتراکشن پراپرتی رو بین تمام سطوح، خود نرم‌افزار بین تمام سطوحی که با هم در تماس قرار خواهند گرفت در طی آنالیز و تشخیص بده که این سطوح با هم در تماس قرار میگیرن، خودش اعمال میکنه و بین اونها تماس تشکیل میده. یک گزینه دیگه هم هست برای تعریف تماس در آباکوس و اون کانتکت پرز هست، جفای تماسی. جفای تماسی یکم دقت بیشتری رو میخواد، خیلی زمان برتر نسبت به جنرال کانتکت، ولی خوبش اینه که شما یک سری خواص خاصی که میتونید در کانتکت پرز در نظر بگیرید در جنرال کانتکت نمیتونید در نظر بگیرید. به علاوه اگر سطوح تماسی شما 2 به 2 خواص تماسی متفاوتی با هم دیگه داشته باشن و لازم باشه تریتمنت خاصی روی هر کدوم از تماس ها انجام بگیره، بهتره برین سراغ کانتکت پرز. یا برای مثال زمانی که کانتکت های شما کم هستش، این گزینه مناسب هستش. خب همونطور که گفتم جنرال کانتکت مناسبه برای مدل های پیچیده که شاید تعریف تک تک جفای تماسی یکم سخت باشه و خیلی زمان برای مثال این دوتا مدل رو میتونید متوجه بشید که جنرال کانتکت برایشون مناسب هستش و آباکوس به صورت خودکار میاد کانتکت ها رو شناسایی میکنه و اون اینتراکشن پراپرتی که شما تعریف کردین رو بین اون سطوح تماسی اعمال میکنه. و یه گزینه دیگه هم که داریم کانتکت پرز هستش که برای مثال در این مدل از کانتکت پرز استفاده شده و اسلیو سرویس ها شناسایی شده، یعنی باید تک تک سطوح تعریف بشن و با هم کانتکتشون تعریف بشه که برای مدل های ساده تر یا یک سری مدل های خاص استفاده میشه. خب بریم سراغ بحث اصلیمون. من در این فیلم آموزشی ابتدا به معرفی کلی فرمولاسیون تماس میپردازم
و در فیلم‌های آموزشی بعدی کم کم سراغ هر کدوم از این مباحث میریم و با جزئیات بیشتری اونها رو در نظر میگیریم. خب فرماسیون تماس اگر به صورت کلی بخوام در نظر بگیریم شامل سه بخش هستش: مجزاسازی، اعمال تماس و تکامل مجزاسازی. خب مجزاسازی یا همون دیسکریتایزیشن اینه که چجوری سطوح تماسی مجزاسازی روشون انجام میشه، دیسکریتایز میشن. به صورت کلی ما دو نوع داریم در آباکوس، یکی گره به سطح یا نود تو سرفیس و سطح به سطح، سرفیس تو سرفیس هستش. بعد از اون کانتکت انفورسمنت یا اعمال تماس هستش که حالا این تماس یعنی این که سطوح تماسی برای مثال در هم پنتریشن نداشته باشن، در هم نفوذ نکنن. به چه صورت این قید؟ یک نوع قید هستش دیگه. این قید چجوری اعمال میشه؟ که برای مثال دو نوع روش هست: مستقیم استفاده از ضرایب لاگرانژ یا روش پنالتی، روش جریمه. این از اعمال تماس. و گزینه بعدی تکامل مجزاسازی یا evolution of discretization یا discretization evolution هستش که حالا این مجزاسازی در حین تغییر تماس و تغییر شرایط تماسی به چه صورت تکامل پیدا کنه که دو نوع هستش اینجا در نوزار آباکوس استاندارد، در پروداکت آباکوس استاندارد. یکیونه اسمال اسلایدینگ، فاینایت اسلایدینگ، لغزش محدود، یا اسمایل اسلایدینگ، که ما به هر کدوم از این گزینه ها با دقت بیشتری در فیلم های آموزشی بعدی میپردازیم. و در نهایت یک مسئله که بسیار مهمه چرخه های یا تکرارهای نیوتن هستن. همونطور که میدونید یک مسئله غیر حدی باید با روش نیوتن رافسن حل بشه که شماتیک کلی این روش غیر خطی رو، روش سولوشن پروسیجر رو اینجا ملاحظه میکنید. خب این برای مسئله غیر خطی کلیه. حالا وقتی که تماس هم وارد کار میشه، یعنی یک مسئله‌ای داریم که غیر خطی بودنش به خاطر شرایط تماسی و ایجاد تماس یا از بین رفتن تماس، باید یک سری تمهیدات خاصی رو در نظر بگیریم توی این سولوشن پروسیجرمون یا روند حلمون، که این یک مسئله مهمیه که در فیلم‌های آموزشی بعدی به اون خواهیم پرداخت. ممنون از توجهتون.